خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ برم آمریکا یا آلمان؟ آمریکا. خب نیویورک. این دکترات از من گرفته اونجا باید درمان میشم. خب چقدر هزینهشه؟ هزینه درمانش دکترم که رابط من و اروپاییه گفت اولوش 5 میلیارد هزینه میشه. 5 میلیارد. آره کم میشه، صفر میشه. اینا مثلا اونا شلتر میشه. آره میگن که به گلبول قرمز تماثر کرده، اینجا تو آزمایش‌ها معلوم میشه. دیگه گفت حالا باید پیوند مغز استخوان بزنیم. درست میشه اگه پیوند مغز استخوان. نه سرایت نمیکنه اصلا. جنسشون چیه؟ سفته مثل ناخونه تقریبا. درسته؟ حالت شاخ مدله. ساق پاتم هست رست. یکی از انگشتاتو کندی کلا؟ یه انگشت کوچیکه رو خودت کندی؟ نه بابا با سیمچین؟ ای بابا مجبور بودم یا میشکست. ایزگی زیر پاتم ببینم. 100,000 1 میلیون فقط معلوم